الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كما قال الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. الحدیث. حضار گرامی و گرانقدر، محسن سفیدان قابل احترام و نوجوانان غیور دین دوست و دین پرور، وقت گرانبهای شما را گرفته موضوعی را که انتخاب نموده‌ام ارتباط میگیرد درباره مسئولیت علما با مسئولیت علما درباره اصلاح جوانان می باشد. عزیزانم، ببینیم از برای هر انسان ستون فقرات می باشد و ستون فقرات یک جامعه و یک منطقه که می باشد جوانها می باشد. پس اگر یک امون شخص یا اون انسان ستون فقراتش فاسد شود، یعنی خراب شود، مریض شود، پس اون انسان رفته به رفته، آهسته به آهسته اون انسان ضعیف شده می رود. پس اون از تلاش و این چیزا، از تلاش کردن و از همه چیز باز میماند. جوانا هم همین قسم بگونه ستون فقرات در جامعه دین مقدس اسلام می باشد. اگر جوانهای ما درست باشند، سالم باشند، پس اون جامعه ما یک جامعه پر نور، پر محبت می باشد. عزیزانم، پس ببینیم بناهن اگر جوانها خدای نخواسته خراب شوند، جوانها اخلاقشان، رفتارشان، کردارشان خراب شود در جامعه اسلامی، چی را به بار می آورد؟ عزیزانم، البته که معلوم دار است این را به بار می آورد که اون منطقه، اون جامعه از بین می رود. در میان اون منطقه و اون جامعه اختلاف می آید. پس در این جامعه علما مکلف می باشد که جوانان اون جامعه را دعوت به طرف تعلیم و تحصیل علم دین مقدس اسلام بکند. عزیزانم، به طور نمونه که برای شما اشارتا نمودم که به گونه ستون فقرات می باشد جوانها، ستون فقرات یک جامعه. اگر این جوانها خراب شود، ستون فقرات خراب می شود. ستون فقرات یعنی منطقه از بین می رود. منطقه و جامعه که استاد و محکم که می باشد، بناهن به توسط جوانها محکم و استوار می باشد. عزیزانم، علمای کرام، علمای معزز، اونها بناهن کوشش بکند جوانهای منطقه را، جوانهای قریه و منطقه را، جامعه را دعوت برای تحصیل و تعلیم علم دین مقدس اسلام بکنند، تا اینکه اونها آگاهی از دین مقدس اسلام داشته باشند. عزیزانم، چرا کفار بر بالای مسلمانها غالب شدند، کفار هر دسیسه ها را می سازند در علیه مسلمانها، باز هم جوانهای مسلمان به طرف کفار می روند. علت چی است؟ در جنگ صلیبی ها مسلمانها همیشه کامیاب بودند، همیشه پیروز بودند. زمانی که آنها در میانشان نشستند، مشوره کردند، در میانشان اینها این را از اون مشوره خود برداشت کردند، بیایم این که یک جای شیم، یک دست شویم و جوانهای مسلمانها را، عقیدهشان را خراب بکنیم، از بین ببریم. هدف صلیبی ها، یهودی ها همین است. بالاخره
آنقدر مصرف گزافی را که اینها برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای می‌کردند، اونها اونقدر گزاف را مصرف برای سلاح هسته‌ای نکردند، بلکه مصرف برای خراب کردن عقیده جوانهای مسلمان کردند. حالا که مشاهده میکنیم نتیجهش را، جوانها را اگر دعوت به طرف دین مقدس اسلام بگنی، دعوت به طرف تعلیم قرآن، تعلیم حدیث شریف بکنیم، یعنی دعوت بکنیم، باز اونها چی میگوید؟ برو میگه تو را راید، ما را رای میگه. این تو جواب میده، چون که آگاهی ندارن از دین مقدس اسلام. پس مسئولیت علماست که علمای کرام در روز جمعه مبارکه، زمانی که اونها دعوت و بیان میکند، جوانها را تشویق و ترغیب برای تحصیل علم دین مقدس اسلام بکند. پس اینجاست که مسلمان ها کامیاب می شود. اکثرا جوانها را که ما مشاهده میکنیم مصروف تلفن ها هستند، مصروف تلفنش هست، مصروف تصاویر، مصروف فیلم های مبتذل، مصروف سریال های مبتذل، مصروف این و آن می بوده باشد، مصروفی که جهان کفر به نام تبلیغات زنهای برهنه را می آورد در روی صفحه و جوانها آن را مشاهده می کند. مصروف این و آن هستند، مصروف تحصیل علم دین مقدس اسلام نیست. بعدن از اخلاق پرسان بکنی، از اخلاق اسلامی پرسان بکنی، از احکام اسلامی پرسان بکنی، از نمازش پرسان بکنی، هیچ چیز را نمی فهمد، معلوماتی ندارد و بعدن باز هم ننگ و عار می شمارد که در نزد علما بیاید سوال بکند که ای مولوی صاحب محترم، ای شیخ صاحب محترم، ای استاد محترم، من فلانی چیز را نمی فهمم، معلومات ندارم، برای من معلومات و آگاهی بده. مصروف فیلم و سریال و این و آن که شد، نماز جماعت هم از پیششان می رود. الله عزوجل چیز زیبا در قرآن عظیم شان می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. به تحقیق نماز انسان را باز می دارد از کارهای فحشا و از کارهای منکرات. جوانای ما نماز نمی خوانند، اینها آگاهی ندارند. باید در نزد عالم بروند، پرسان بکند و عالم هم مسئول است که باید خوب دقت سرخلاص سر اون را باز بکند در امورات دین مقدس اسلام تا اینکه شوق و ذوق اون بیاید. عزیزانم، چون که در دیگر حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید، چون که مسئول علما، یعنی علما مسئول است که جوانان منطقه را دعوت به طرف دین مقدس اسلام بکند. از این حدیث مبارک هم اشاره است، فهمیده می شود. جناب سردار دو عالم در حدیث مبارک ارشاد می فرماید: مرو اولادکم، شما امر بکنید اولادهایتان را، و هم ابناء 7 سنین، یعنی شما توصیه بکنید اولادهایتان را زمانی که در سن 7 سالگی می رسد و اون را بزنید در زمانی که در سن 10 سالگی می رسد. این تو لطوکوبی نی که علامه لطوکوب در بدن اونجا بماند، بلکه یک تهدید بسیار اندکی. بعد از این که این را امر به نماز نموده اید، امر باز برای تحصیل علم بنمایید تا اینکه اون تحصیل علم بکند. زمانی که تحصیل علم که کرد، اون آراسته به ارکانهای دین مقدس اسلام می شود، یعنی خود را آماده به احکامات و عمل کرد به امر و نهی دین مقدس اسلام آماده خود را می سازد. عزیزانم، علمای دین مقدس اسلام یعنی در مساجد که نخستین مراکز کانونی تربیتی اسلامی می بوده باشد. مدرسه، مساجد جای تحصیل و قانون و جای قانون و آموختن علم دین مقدس اسلام می باشد. در ضمن که اون سنش اندک بالا رفت، باید در مساجد اون را روان کرده شود
و علمای دین مقدس اسلام تا حد الامکان زحمت و کوشش بکند بر بالای فرزندان جامعه تا اینکه اونها خود را آماده بسازد، تا اینکه فردا روز اون پشیمان نشود، خود را آماده بسازد برای آموختن دین مقدس اسلام، یعنی بیاموزد، کامل بیاموزد. کودکان امروز می شود فردای جوان فردا می شود. کودکان که امروز بالای زحمت کشیدیم، فردا این در جامعه یک کلان و بزرگ شخصیت تقدیم می شود. از زیر دست آنها دیگرها هم چی می شود؟ فارغ می شود. عزیزانم، ابن خلدون می گوید آموختن قرآن عظیم الشان برای فرزندان، یعنی برای کودکان، از جمله شعائر الله می باشد. یعنی هر کودک و هر فرزند مسلمان باید قرآن عظیم الشان را بداند. زمانی که قرآن عظیم الشان را که خواند با توسط تلاوت قرآن عظیم الشان اون برکت را حاصل می کند و صاحب سعادت دنیا و آخرت می باشد. حضرت عمرو رضی الله تعالی عنه در مکه مکرمه در اونجا مشغول طواف بود که در پشت مکه مکرمه آنجا در یک جای مجلس گرفته بودند برای آموختن علم دین مقدس اسلام چند جوان دیگر، و بعدا در نزد این مجلس اینها میخواست کودکان بیاید در آنجا شرکت بکند. این در حال طواف بود، اونها از مجلس اونها را بیرون میکرد. زمانی که عمرو رضی الله تعالی عنه طواف را خلاص کرد و بعدا در مجلس آنها رفت و برای آنها گفت در مجلس خود کودکان را جای بدهید تا اینکه آنها در آنجا بنشینند و تحصیل علم بکنند. ببینیم چرا، از خاطر چی؟ این که کودکان امروز است، جوان فردا می باشد. پس تلاش باید بکنیم تا اینکه فرزندان خود علم را حاصل بکند. عزیزانم، دیگر مسجد النبوی، مسجد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، در آنجا صحابه جلیل القدر، صحابه معزز و مکرم، آنها تحصیل علم میکردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم، و بعدا از صحابه جلیل القدر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، از همه آنها تابعین تحصیل علم کردند، تابعین تحصیل علم کردند و از تابعین تابعین تحصیل نموده است. پس مسئولیت ما علما همین است که تا اینکه حد الامکان کوشش بکنیم که خود را تا حد الامکان کوشش بکنیم تا اینکه خدمت در جامعه برای جوانان مسلمان ها بکنیم، آنها را تشویق و ترغیب برای تحصیل علم دین مقدس اسلام بکنیم. چنانه که الله متعال می فرماید ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. مناسب است که بگویید به سبب آنچه که می آموزید و می خوانید بندگان الله باشید. زمانی که تحصیل علم را که نموده ایم، محبت از یاد ما فراموش نشود. زمانی که تحصیل علم دین مقدس اسلام را شوقش را که کردیم، شوق و محبت الله متعال در درون ما، در قلب ما جایگزین می شود. همچنان شوق رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلب ما، در درون ما جایگزین می شود. پس هر جای کارهای منکرات، خدای نخواسته کارهای نادرست را که ما ببینیم، یعنی در درون ما، در قلب ما، در ذهن و افکار ما آن بسیار بد تأثیر می کند و بد می خورد، از آن خود را دور می کنیم. پس ببینیم با کسب کردن علم محبت الله متعال می آید، محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم می آید. پس چرا ما این گونه نباشیم؟ چرا تلاش نکنیم؟ چرا باید زحمت بکشیم بالای جوانان مسلمان ها، بالای کودکان مسلمان ها، تا اینکه تحصیل علم بکند، در جامعه تقدیم بشود، در جامعه تقدیم شوند و جامعه را رونق به طرف ترقی بدهد، رونق به طرف اخلاق اسلامی بدهد، رونق به طرف احکامات اسلامی بدهد، رونق به طرف احسان و خوبی ها و رونق به طرف محبت بدهد.
اینها. این گونه است که باز ما سربلند و سرفراز می بوده باشیم، چون قسمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید، چون که سلسله به سلسله از سلسله به سلسله انبیا علیهم السلام آمد و آخرین انبیا و آخرین نبی ما سردار دو عالم محمد صلی الله علیه و سلم هست که محبوب دلها سردار دو عالم و خاتم النبیین هست. یعنی دیگر بعد از این دیگر انبیا علیهم السلام نمی آید عزیزانم. پس بناهن ببینیم زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات نمود، از رسول الله صلی الله علیه و سلم مال، زمین، جایداد این و آن به میراث نماند، بلکه میراث از رسول الله صلی الله علیه و سلم به علما که گذاشته شده است علم می بوده باشد، همانا علم دین مقدس اسلام می بوده باشد، همانا علم قرآن عظیم و شان می بوده باشد، همانا علم حدیث می بوده باشد. در مدارس ها، در مساجد ها، در مکاتب ها ما کوشش بکنیم تا این که در آنجا اطفال و جوانان مسلمان ها را تعلیم قرآن عظیم و شان بدهیم و تعلیم حدیث شریف را بدهیم و تعلیم اخلاق اسلامی را بدهیم و تعلیم فرهنگ اسلامی را بدهیم، تا اینکه جامعه ما یک جامعه پر نور و پر محبت باشد، تا اینکه در جامعه ما کدام اخلال و خلل و ضرری در میان جامعه ما نیاید و پیدا نشود. سبب خرابی جوانها چی هست؟ پس سبب خراب شدن جوانها این است که آنها اطلاع به علما نمی کند، اطلاع سوال از علما نمی کند، سوال از اشخاصی که دانا هستند و فهمیده هستند سوال از اونها نمی کند، زانوی تلامیزه در پیش اونها نمی زند. پس این قسم است که این گونه جوانها پس می ماند، یعنی از اخلاق اسلامی، از رفتار اسلامی، از گفتار اسلامی، از فرهنگ اسلامی، این گونه جوان، این جوان پس می ماند. پس سببی می شود که اختشاش و تشویش و این و آن در ذهن این پیدا می شود. اگر یک جوانی یا فهمیده و دانا عالم اگر اون جوان را حرف بزند، گپ بزند، دعوت بکند، مسئولیت خود را انجام بدهد، ادا بکند بر بالای اون جوانی که درس نخوانده، عمر خود در غفلت تیر شده، عمرشان را در غفلت تیر نموده است، صحبت این عالم، صحبت این جوان بر بالای اون بسیار بد تأثیر می کند. پس ببینیم در مدارس ها، در مساجد ها زمینه درس را برای جوان ها فراهم بسازیم، یک وقت محدود تعیین بکنیم، یعنی یک وقت محدود معلوم بکنیم، جوان ها را تشویق و ترغیب بکنیم تا اینی که آنها بیاید دین مقدس اسلام را بیاموزد و علما آنها را تعلیم بدهد، مسئولیت را از عهدهشان پس آنها مسئولیت را از عهده خود برطرف بکند. زمینه را برای جوانان مساعد و یعنی فراهم بسازیم تا اینکه تحصیل علم را بکند، علما در اونجا تشریف بیاورد، آنها را درس بدهد، مسئولیت خود را از گردن خود برای جوانان منطقه، برای جوانان قریه، برای جوانان از مسئولیت خود را از گردن اونها برطرف بکند. سخنان خود را با پایان میرسانم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.